سلام به همگی. تو این برنامه در خدمت یک عزیز هستیم که همتون میشناسید. بریم تیزر ازش ببینیم. خب سجادان چی شد اونجا اصلا با مردیفون درگیر شدی؟ اون موقع شورت مردیفون رو بکشم فهمیدی؟ چی داری میگی؟ میشه کم توضیح بدی؟ من متوجه نشدم، شاید بیننده متوجه نشده باشن. کم جمعشون رو مردیفون رو می‌خواستم بکشم شورت نشد، چون خوابم تعمیر کرده بودم همون نشد. چیکار کنم؟ مثلا گفته بودم که میخوام مردیفون رو لی کنم و مردیفون از من میترسه. من گفتم هندونه مردیفون رو میگیرم و قیمهش میکنم. اونجا منش فیک بود، چیزی نبود. کجایی که داشته تا من حال که ایرانی من از چیزی نمیترسم. من همه رو مثل هندونه زیر بغلی میزنم. من نمیدونم واقعا چی شد که اصلا اونجا مارتین درگیر شدم و مارتین از من میترسید. من خودم گفته بودم که مارتین رو میخوام مثل انگشتام دستم لی کنم، اما دیگه نشد. خب سجادان چی میخوای؟ از چه تکنیکی استفاده کردی؟ من از تکنیک هندونه بغل زیر بغل استفاده کردم که یک تکنیک بسیار خفن هستش که همه رو میبریم دیگه. ما اون تکنیک کسی جادو ما نبود. من هندونه که هم میگردم هندونه رو میشکستم، اما دیگه مارتین نشد. ولی من واقعا قول میدم که حریف بعدیمو شکست خواهم داد. کسی بیاد تو رینگ من میکشمش و من واقعا تمام مثل ایتراج خودم میگم که توی رینگ با یکی درگیر بشم و بذارم ناک اوتش کنم. بده قول میدم که ناک اوت میکنی، میتونی بکنی یا نه؟ بله شما یه حریف بیار من میذارم. حریف بیار میزنم. انا حریف میارم برات. اون دیگه کف دستم در گرفت. من گفتم که واقعا اگه پولم بدن من میبازم. یعنی اگه یکی پول بهم بده 2000 تومانی 1000 تومانی من میبازم بازی رو. یعنی بزنم میزنم اما نظر نمیزنم. و واقعا من نمیدونم که چی شد. من مارتین گفته بودم مارتین بذار یه لگد بزنم حداقل یه کم درگیری بکنم، اما دیگه نشد. و بای بای.